عزیز گیمی سرود ملی جمهوری تاجیکستان دستی راست بعدی تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خش رو در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از بازی دور سوم چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های استقلال و کوکتوش ادامه میدیم و حالا هیئت هر دو دسته پیش از آغاز رقابت هیئت پورای دسته البته عکسی خاطروی هم میگیرند، هیئت اولیه دسته و بعداً بازی هم آغاز می شود. حالا داور اساسی بازی بختیار کامیلوف توپ را گرفته به مرکزی میدان میبرد تا بازیگران هر دو دسته را البته به نزد خویش خواند تا معین سازد که کدام دسته امروز از مرکزی میدان بازی را شروع میکند و کدام سمت میدان را دسته ها البته انتخاب هم میکنند. چنانه مشاهده کردید بینندگان گرامی، قبل از آغاز بازی دسته ها یک نمولوهای تاریخی هم گذاشته شد بخشیده به 100 سالگی پایتخت کشور عزیزمان تاجیکستان شهر دوشنبه. البته قلب تاجیکستان است شهر زیبا منظری ما که امروز 100 ساله شد و چنانه شما میدونید یک شنبه سوم هفته ماه اپریل همه ساله روز تأسیس یابی شهر دوشنبه تجلیل کرده می شود و به همین خاطر امروز در شهر دوشنبه یک مسابقه بوشکو هم برگزار شد، 14مین ماراتون بین المللی. و ببینید که امروز هم دسته استقلال شهر دوشنبه در روز تأسیس یابی شهر دوشنبه انیخترش در 100 سالگی حالا بازیش را مقابل کوکتوش برگزار میکند که به این سنه راست آمده است و البته یک مراسم بوشکو هم در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد و از فرصت مناسب استفاده برده ما تماشابینان عزیز روز پایتخت را به کل شما شادباش میگوییم و اکنون همه چیز برای برگزاری بازی میان دسته‌های استقلال و کوکتوش آماده است و همینطور صدای که داور اساسی بازی بختیار کامیلوف از شهر کولوب بلند می شود و بازیگران دسته استقلال از مرکز میدان بازی را آغاز می کنند.
باید بینندگان گرامی ما و شما با هیئت دستا یک متوجه میشویم بعداً باز توجه همون رو به رفتی بازی دسته ها متوجه میسازیم. اینجا اولین شده بازیگران دسته استقلال با هجوم میگذارند با دفاعگران دسته کوکتور ضربه زده میشود و تو وارد دروازه میشود. در ثانیه 23 بازی کاپیتان دسته استقلال علیشیر جلیلوف با زدن گل دست مییابد و ببینید که بازیگران دسته استقلال چگونه اینجا دسته کوکتور را مهمان نوازی میکنند. در ثانیه 23 بازی حرکت بازیگران دسته شهر دوشنبه در حساب به پیش میبرند. حساب 1-0. کاپیتان دسته مشرف از زدن گل میشود. علیشیر جلیلوف ببینید که چگونه اینجا یک هجومی خوبی را هم راه اندازی کردند بازیگران دسته استقلال و شاید هم انیق که این گل زودترین گل در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان است. تا هنوز ما یگان واخوری را به یاد نداریم در این سه دور که در ثانیه 23 به زدن گل دست یافته باشند. علیشیر جلیلوف مشرف به زدن گل می شود و حسابی بازی را هم می کشد کاپیتان دسته استقلال. حساب 1-0 می شود. اکنون بینندگان گرامی اکنون باید بازیگران دسته کوکتوش به بازی برگردند و این رو قید میکنم که دسته کوکتوش در دو دوره گذشته به زدن گل دست نیافته است و ببینید که دسته کوکتوش حالا یگانه دسته در چمپیونات امسال کشور محسوب می شود که تا هنوز به زدن گل دست نیافته است. اینجا ارسال به داخل جریمه و امکانیت برای بازیگران دسته کوکتوش و رستم یتیموف میتواند که اینجا توپ را داشته گیرد. بسیار هم خوب بازی میکند از کنار عبدالفتاح خدای دادزاده ارسال خوبی را هم انجام میدهد و میتوانند که بازیگران دسته استقلال انیخترش رستم یتیموف این وضعیت را برطرف کند. علیشیر جلیلوف گل سومش را در موسم امسالی چمپیونات تاجیکستان به ثمر میرساند و حالا علیشیر با 3 گل بهترین نشانزن در موسم امسالی چمپیونات کشور هم هست. در بازی با دسته وحش علیشیر 1 گل به ثمر رسانیده بود. در بازی دور اول با دسته استرافشان که اونجا بازی در همین ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته بود، البته بخوری دسته وحش هم در همین ورزشگاه صورت گرفت بنابراین که ورزشگاه پختگار حالا در تعمیر قرار دارد. در آنجا هم علیشیر جلیلوف در دقیقه 12 اولین شده حساب را باز کرده بود. در بخوری دوم مقابل وحش هم اولین شده به زدن گل علیشیر جلیلوف نایل گردیده بود. ببینید که در 3 بخوری که دسته استقلال در موسم امسال چمپیونات کشور دارد در آغاز هر 3 بازی ها از سایت استقلال علیشیر جلیلوف به زدن گل دست می‌یابد. اکنون باید به هیئت دستا متوجه میشویم. تماشابینان عزیز نخست از هیئت دسته میزبان دسته استقلال آغاز میکنیم. در خط دروازه است رستم یتیموف، در خط دفاع بازی میکنند در کنار راست رقم 4 لوکیچ سلافکو، در کنار چپ باشد رقم 3 تبریز اسلاموف، در مرکز هستند رقم 19 احتم نظرف و رقم 6 باشد امیربک جورابویف. در خط نیم محافظه هستند در کنار راست رقم 8 دنیس بگانویچ، در کنار چپ باشد رقم 10 علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته، در مرکز رقم 80 سوس موریلو، در خط حمله باشد در کنار راست است تحت شماره 11 شیروانی بابتچویف، در کنار چپ باشد احسانی پنجشنبه تحت شماره 17، در مرکز باشد رقم 9 الک بلیسینگ است. سرمربی دسته استقلال متخصص گرجی نیکولا لازارویچ است. اکنون باید به هیئت دسته کوکتوش متوجه بشویم. در خط دروازه است رقم 16 کوای گودسون، در خط دفاع هستند رقم 5 الکس گیامفی، رقم 17 باشد اکتم جون خالبایف، رقم 17 گفتیم اکتم جون خالبایف، رقم 20 باشد کمال محمد، رقم 4 نوروز بوبویف. در خط نیم محافظه هستند رقم 9
عبدالفتاح خدایدادزاده بازیگری که موسم گذشته در یک دسته روشنی شهر کولا بازی میکرد، این موسم او با دسته کوکتوش گذشت. رقم 6 محمد سلامزاده، رقم 8 عباس اندلیبوف، رقم 11 باشد محسن عبدالغفاروف در خط حمله هستند، رقم 7 اورال چوریوف و رقم 19 باشد مسلم قربانوف. سرمربی دسته کوکتوش این حکمت شریپوف متخصص تاجیک است. داوران اساسی بازی امروزه، داور اساسی بازی از شهر کولا بختیار کامیلوف است، در دو کنار با او کمک میکنند همشهری هایش سوربان احمدزاده و طاهری بهرام. داوری احتیاطی باشد نوروز واحدوف است و در بخوری امروزه سیستم ور فعالیت نمیکند. در از میکروفون هستم من فریدون سفرزاده که این بازی را برای شما شرح و توضیح خواهم داد. گفتم در آغاز خیلی بازی رو خوب شروع کردن بازیگران دسته استقلال. در ثانیه 23 به زدن گل دست یافتند. حالا هجوم دیگر باره دسته دوم می‌یابد. شیروانی و بچویف در کنار راست است، ارسالی و به داخل جریمه‌گاه دسته کوکتوش، اما این وضعیت رو برطرف میکند دفاعگر دسته کوکتوش کمال محمد لیگنری دسته. شیروانی و بچویف در بازی مقابل بخش در دور گذشته دوبل کرده بود و حالا او پس از علیشیر جلیلوف در فهرست بهترین نشانزن‌های مسابقه خود البته مسکن گرفته است. اولین ضربه کنجی در واخر امروزه آن را در کنار راست اجرا میکند کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف. ارسال به داخل جریمه میکنه برای بازیگران دسته استقلال، اما موفق شدن نمیتوانند. بسیار امکانات خوب بود برای لیگنری دسته استقلال لوکیچ سلافکو. ببینید که جایش اولی هم داشت، با سر توپ رو زد اما موفق نشد. ضربه دومی کنجی برای استقلالی و علیشیر جلیلوف. ضربه او وای نوبت سیفی اولی را انجام میدهد. کوهای گوبسون چگونه ضربه بود بیرون از جریمه‌گاه اینجا از جانب علیشیر جلیلوف. فشار رو بیشتر کرده استران بازیگران دسته استقلال جانب دروازه کوکتوش. باز هم از کنار راست از ضربه کنجی توپ رو به بازی می‌درآورد علیشیر. ارسال علیشیر به داخل جریمه‌گاه برطرف می‌کنند دفاعگران دسته کوکتوش. اکنون زود باید به هجوم گذارند بازیگران دسته کوکتوش. خدایدادزاده اینجا موفق شدن نمیتواند، از پای هم میافتد. مقابل او احسان پنجشنبه قاعده بازی رو ویران میکند و بختیار کامیلوف هم صدای شکش رو بلند میکند، چون که اینجا نه احسان پنجشنبه نه اینجا ماست امیربک جورابویف است که سراول به خدایدادزاده البته در افتاده است و بعدا پس از اون که احسان پنجشنبه به پای او ضربه زد داور صدای اشتکش رو بلند نمود. اکنون از ضربه جرموی اینجا دفاعگر دسته کوکتوش کمال محمد توپ رو به بازی می‌درآورد. ضربه او به خط حمله، اما اینجا کسی از هم دستش پیدا نمیشوند که این امکانیت رو استفاده کنند و همینطور بازیگران دسته استقلال هم توپ رو سوی میشوند. قابل ذکر است بینندگان گرامی که موسم امساله چمپیونات تاجیکستان موسم 33م انیخترش 6 اپریل آغاز شده بود و امسال البته چون به ما و شما معلوم است برای اولین بار در موسم لیگ اولی کشور 12 دسته اشتراک میکنند و امسال البته برگزاری مسابقه هم تغییر یافت. هر یک دسته در مجموع 22 بازی انجام میدهند. بازی ها در دو دوره برگزار می شوند و اگر در خاطر داشته باشید دومین 2 سال اخیر برگزاری مسابقه از روی دیگر فرمت بود، حالا باشد باز به فرمت پیشینه خود در موسم امساله چمپیونات کشور برمیگردد. دسته که در موسم سال 2024 لیگ اولی مقام آخرین را اشغال میکند به لیگ یکم میرود و باشگاهی که در چمپیونات البته مقام 11 را اشغال میکند بود دسته که نشانه نقره لیگ یکم را به دست میارد. این دو دسته با هم بازی گزارشی انجام میدن و دسته که پیروزی به دست آورد میتواند که به لیگ اولی را خط گیرد. امکانیت دیگر باره برای بازیگران دسته استقلال این نوبت توپ را در میدان نگاه داشتن نمیتواند. لیگنری دسته استقلال دنیس بگانویچ کاپیتان کوکتوش با توپ است. ضربه او به نیمه میدان
با دستبندی کاپیتانی است امروز اکرمجان خلدبایوف. کنون به هجوم میگذارند بازیگرانی دسته کوکتوش. به متوجه میشویم اینجا تو به دست بازیگر استقلال رسیده بود یا نه. جای اعتراض میکنند بازیگرانی دسته کوکتوش، اما داوری مرکزی بازی بختیار کامیلوف و چیزی اشاره نمیکند. جو واقعا هم تو به دست بگانویچ رسیده بود. اکنون با پاسای کوتاه ببینید که پورا جلوی بازی رو به دست گرفته ایستادند بازیگران دوشنبه شهر. اگر در خاطر داشته باشد سال 2022 بود در فینال جام تاجیکستان هم در ورزشگاه پختکاری شهری بختر دستای استقلال و کوکتوش یک رقابتی بسیار هم جالب رو با هم برگزار کرده بودند و آنجا در سلسله ضربه‌های 11 متره خطا نکنم بازیگران استقلال توانسته بودند که کوکتوش رو شکست بدهند. نزدیک بود که آنجا کوکتوش در فینال مقابل استقلال ظفر یابد. و آنجا در حیات کوکتوش خیلی هم خوب بازی کرده بود علیشیر شکوروف، بازیگری که حالا دیگر شرف دسته کوکتوش را حمایت نمیکند. تا 29 سال او باید دسته دیناموی گرجستان گزارش کرد و در جام آسیای قطر در حیات تیم ملی تاجیکستان، البته در حیات تیم 23 سالانه بلکه در حیات تیم کلان سالان، اما دیدیم که او چگونه یک ستاره نوطلوع هم گردید. اما در حیات دسته تا 23 ساله حالا در دو دوره مرحله گروهی ما درخشش این بازیگر رو در میدان ندیده ایستادیم. البته اینجا وقتی که گپ سر جام آسیا رفت، بازیگران دسته استقلال با هیئت تیم ملی تا 23 ساله تاجیکستان دعوت شدند. 5 بازیگر این دسته دروازه‌بان محیدین حسنوف، صادق جان قربانوف، امدانی کمالوف، مهران مدامینوف، رستم سایروف. البته صادق جان قربانوف چون به ما و شما معلوم است پیش از آغاز مسابقه در تمرین‌های دسته جمعانه و سه برداشت و نتوانست که به تیم ملی کشور کمک خویش را رساند. 4 بازیگر دیگری دسته استقلال باشد حالا در هیئت دسته امید کشور برآمد کرده ایستادند. جورابویوف ارسالی او به خط حمله، اما کسی از همدستایش پیدا نمی شود تا این امکانیت را استفاده نماید. کوای گوتسون پسی او به محمد کمال. موسم گذشته دسته کوکتوش را اهلیدین توردیف راهنمایی میکرد و دسته توانست که در 5 گانه بهترین ها موسم را به آخر رساند. با اون مشکلی کادری که در اختیار داشت دسته کوکتوش، بعدا توردیف تا 29 سال به دسته روشنی شهری کولاب رفت و حالا باشد دسته کوکتوش را حکمت شریپوف هدایت کرده ایستاده است و در پیش از آغاز چمپیونات هم اگر در خاطر داشته باشید کوکتوش خیلی بازی خوب نشان داد. اونها در یک بازی دوستانه تو روشنی شهر کولاب را شکست داده بودند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال علیشیر جلیلوف و اینجا نوفهمی سر میزنند میانی بازیگران دسته استقلال. احسانی پنجشنبه و الک بلستینگ اینجا به یک دیگر مانع میشوند و اکنون زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته کوکتوش. توسط کنار راست اینجا عبدالفتاح هجوم دسته را ادامه داده ایستاده است. پس به کنار چپ بسیار هم خوب اورال چوریوف، ضربه اورال و اینجا به دفاعگران دسته استقلال بر میخورد. امکانیت دیگر برای چوریوف و این بعد ضربه او را رستم یتیموف بر میگرداند. رستم یتیموف تنها یک گل از داخل دروازه‌اش گرفته است در بازی با استرابشان در دوره اول. اگر در خاطر داشته باشید اونجا یگانه گل را در همون بازی رستم یتیموف از داخل دروازه‌اش گرفته بود. یگانه گل دسته استرابشان را آنجا بک سیبچو در دقیقه 35 بازی به دروازه استقلال روان نموده بود.
онҷо маротибаи 15-ум дастаҳои Истиқлол ва Истаравшан бо ҳам бозӣ карда буданд. ғалабаи 13-умро Истиқлол муқобили Истаравшан ба даст овард. танҳо як ғалаба ба фоидаи Истаравшан аст. як бозӣ дастаҳоам албатта мусовӣ анҷом ёфтааст ва 43-5 буд таносиби тӯпҳо ва баъдан як голе ки Истаравшан зад, голи шашуми онҳо ба дарвозаи Истиқлол буд ва 3 голе ки Истиқлол зад, голи 46-уми онҳо ба дарвозаи Истаравшан буд. инҷо муқобили Алишер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон мекунад. ним офисадгари дастаи Куктош Аббос Андалибов. албатта имрӯз мо мухлисони дастаи Истиқлол ва мухлисони дастаи Куктошро ҳам дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе мебинем. гарчанде ки шумораи онҳо кам аст, аммо барои дастгирии дастаашон ба варзишгоҳ ташриф оварданд. Алишер Ҷалилов ва Лукич дар назди тӯб ҳастанд. зарбаи Лукич мустақим зада мешавад ва паҳлӯтар аз дарвоза тӯб майдонро тарк мекунад. бисёрам хавфнок буд инҷо барои Куае Готсон. бисёрам зарбаи устувор зад легионери дастаи Истиқлол ва бубинед ки чанд сантиметр паҳлӯтар аз дарвоза тӯб майдонро тарк кард. охирин бозигире ки дар равзанаи трансфери чемпионати Тоҷикистон ба ҳайати дастаи Истиқлол пайваст ин ҳамлагар Блессинг Элеке буд. дар рӯзҳои охири равзанаи трансфери бозигарон, аниқтараш дар рӯзи охир ин бозигар ба ҳайати дастаи Истиқлол гузариш намуда буд. ва ин ҳамлагар аз клуби ҷопонии Кашима Антлерс ки давоми 2 мавсими охир дар онҷо бозӣ мекард ба ҳайати Истиқлол гузашт. албатта аз Нигерия аст Блессинг ва бо дастаи Истиқлол ин бозигар шартномаи ҳамкориро дар рӯзи охирин ба имзо расонид. шумораи 9-ро интихоб кард ва қаблан дар ҳайати дастаҳои Генчер Берлиги Туркия, Олимпияи Словения ва Люцерни Швейтсария бозӣ кардааст. 28 сол дорад ва мебинем ки ин мавсим албатта дар ҳайати Истиқлол чӣ гуна баромад хоҳад кард. дар маркази майдон қоидаи бозиро вайрон мекунанд бозигарони дастаи Куктош. албатта системавар нест ки доварон такроран ин ҳолатро аз назар гузаронанд ва амиқтар тавонанд ки хулосаи хешро нисбат ба ин қоида вайронкунии Муҳаммад Камол бароранд. фишорро идома медиҳанд дастаи Истиқлол. инҷо тӯбро нигоҳ дошта наметавонад Шервони Мабадшоев. акнун аз ав тӯбро бояд ба бозӣ дароранд бозигарони дастаи Куктош. қабл аз оғози мавсими нави чемпионати Тоҷикистон Истиқлол албатта тамринои дастаҷамонаро дар Туркия баргузор кард. якчанд бозӣ санҷиши ҳам гузаронид ва ба таври пурра ба мавсими нав албатта омода шуд. имконият Лукич касе нест ки инҷо дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош тавонад ки тӯбро ба дарвоза равона намояд. як зарбаи қавӣ ҳам инҷо аз ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол равона карда мешавад ки хашми Куае Готсонро меорад. албатта аҳсан бояд гӯем ба Куае Готсон ки чӣ гуна инҷо аз зарбаҳои пайҳаме ки бозигарони дастаи Истиқлол ҷониби дарвозаи ӯ равона карда истоданд тавониста ҳастуд аст ки албатта онҳоро бартараф намояд. минавбат зарбаро Табрез Исломов зад ва тӯб ба паҳлӯи дарвоза каме расиш карда майдонро тарк намуд. бозам дар маркази майдон қоидаи бозиро вайрон мекунанд бозигарони дастаи Куктош муқобили Денис Беганович. Беганович мавсими гузашта ба ҳайати Истиқлол гузашта буд. албатта дар мавсими гузашта мо ҳунарнамоии хуби ин бозигарро дар ҳайати Истиқлол тамошо кардем, мушоҳида кардем.
و این موسم هم البته رهبریت دسته استقلال تصمیم گرفت که این بازیگر را در حیاط خویش نگاه دارد. البته قامتی بلند دارد، خیلی هم خوب بازی میکند. با هجوم میگذارند اکنون بازیگران دسته ناحیه رودکی توسط کناری چپ. حالا با توپ است اینجا محمد سلامزاده مقابل دو دفاعگری دسته استقلال است. به قفا پاس میدهد به جانب محسن. ارسال محسن به داخل جریمه‌گاه. اینجا کسی نیست که ضربه زند. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته کوکتاش و اینجا توپ را از دست میدهند. اکنون زود باید به عکس الهجوم گذارند بازیگران دسته استقلال. اینجا با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. باید متوجه بشویم. توپ را در اختیار خویش نگاه می‌دارد. بگانویچ به قفا پاس میدهد به شروانی مبادشویف. شروانی بگانویچ. اکنون عقب نشینی میکنند بازیگران دسته استقلال، چون که همه بازیگران کوکتاش حالا به خط دفاع میآیند. بیشتر هجوم‌های دسته استقلال تا این لحظه توسط کنار راست صورت گرفته ایستادند. گاتسون توپ را داشته میگیرد اکنون. لیگنر دیگری دسته استقلال که این موسم به هیئت دسته پیوست، بیاید من اون رو با شما پرتر آشنا سازم. موریلو سوزا. موریلو سوزا از برزیل است. 28 سال دارد. در هیئت دسته کروزیرو قبلا موسم اخترش کارنامه فوتبال بازیش را آغاز کرده است. از پروری همین کلوب است و تجربه بازی در چمپیونات‌های برزیل، عربستان سعودی، پرتغالیا و اوکراین را دارد. البته او تا آخر موسم با دسته استقلال قرارداد همکاری به امضا رسانید. در صورت از خود درک دادن و خوب هنرنمایی کردن باز استقلال میتواند که با او تمدید شرطنامه کند و چنان دیده است دو تحت شماره 80 برآمد کرده است. بعدا استقلال توانست که سابق بازیگر خویش امیربک جورابیف را به حیاطش جلب کند. شروانی مبادشویف ضربه او و اینجا چیکار میکنند دفاعگران دسته کوکتاش؟ خود را سپر میکنند و این وضعیت را برطرف میکنند، گرچه که دروازه‌بان الکی امکانی برگردانیدن توپ را نداشت. به متوجه میشویم بگانویچ، علیشر جلیلوف پس او با مبادشویف اینجا کمی دیرتر میکنند. مبادشویف و اینجا احسن میگویم با محمد کمال که خود را سپر کرد و توانست که دروازه را از گل مقرری می نگاه دارد. کناری چپ توپ را به جریمه‌گاه ارسال میکنند و اینجا نزدیک بود که اشتباه کند کوای گاتسون. گاتسون در موسم گذشته شرف دسته خطلان شهر بختر را حمایه میکرد که حالا نامش را به بخش عوض کرده است و گفتم که استقلال توانی سابق بازیگری خود امیربک جورابیف را باید دیگر بار برگرداند و امیربک قبلا سال 2019 2020 و سال 2022 در هیئت استقلال برآمد میکرد و با این بازیگر استقلال توانسته است که مرتبه سوم اختیارش به هیئت استقلال بیاید و او در هیئت دسته دومی دو موسم خود در هیئت دسته چمپیونات‌های مالزیا و فیلیپین برآمد میکرد و آخرین دسته او این دسته کدخ بود.
دقیقه 25 بازی هم در حال آغاز شوی است. بازیگر برزیلی موریلو با ما شما نشان داده می شود. استقلال با حساب 1-0 در حساب پیشگام است و باید من در مورد دو بازی یا خود بازی که در دو دوره گذشته برگزار شدند با شما حرف زنم. 6 اپریل بازی میان دستای برخچی و روشن در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار گردید و با نتیجه مساوی 3-3 انجام یافت. دسته برخچی در اولین بازی خود در لیگ اولی مقابل یک از مدعیان اساسی مسابقه دسته روشن شهر کلوب البته بازی جالب نشان داد و توانست که امتیاز کار کند و از سایت دسته روشن اونجا باید امکانیت برای بازیگران دسته استقلال را متوجه میشویم. اینجا موفق شدن نمیتوانند بازیگران دسته استقلال. گلای روشن را اونجا گفتیم بختیار ظریفوف و نازیم بابوجانوف با عزیزبک سلطانوف به ثمر رسانیدند. گلای برخشی را باشد ابوبکر سلیمانوف، شریفکان سعیدوف و شهرزاد رجبوف و اونجا بختیار ظریفوف از سایت روشن مؤلف اولین گل در موسم نو لیگ اولی گردید و موسم گذشته هم ظریفوف توانسته بود که مؤلف اولین خطریک در لیگ اولی شود که آن وقت در دسته اسقاط بازی میکرد و خطریک را به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش کرده بود. بازی دیگر میان دستای خوجند و اسقاط برگزار شد در همان روز دربی شهر خوجند و آنجا آخری با حساب 2-1 به فایده خوبان به انجام رسید. گل دسته خوجند را جسور قربانوف و ارتیم سردیوک به ثمر رسانیدند. یگانه گل اسقاط را باشد سابق بازیگر خوجند جهانگیر ارگاشوف مربوطی نامی خویش کرد. توسط کنار راست به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. ارسال لوکیچ بود به داخل جریمه گاه کوکتاش، آن را برطرف میکنند. زردپوشای ناحیه رودکی و اکنون باید از اوت را زود به بازی درآورند بازیگران دسته استقلال. ریگرتادا و وقت امروز 6 اپریل با هم بازی کردند در دور اول در ورزشگاه مرکزی شهر حصار و در این بازی دسته شهر ترسونزاده با گل‌های شهرزاد محمدی و کواده و فریمپونگ توانست که با حساب 2-1 مقابل بخش پیروزی به دست آورد. 7 اپریل باشد 3 بازی دیگر در لیگ اولی برگزار شد. باید بین هجوم دسته استقلال متوجه میشویم. امکانیت هست و اینجا چگونه به توپ رسیدن نمیتواند. حمله‌گر دسته استقلال شیروانی مبادشف بسیار هم امکانیت خوب بود و اگر احسان میتوانست که به توپ رسد اونجا حتی میتوانست توپ رو وارد دروازه خالی نماید. بسیار هم سرعت بلند داشت شیروانی اما کمی دیر کرد اینجا احسانی پنجشنبه. باید متوجه میشیم که اینجا از چند زاویه این حالت را به ما و شما پیشکش میکنند کارگردان فیروز بختیبیکوف و میبینیم که کم اینجا احسانی پنجشنبه البته درستتر درک نکرد. شیروانی مبادشف را انتظار نداشت که شیروانی به این سمت پس میدید. البته پسی که به ضربه بسیارتر شباهت داشت علیشیر جلیلوف. باید متوجه میشویم علیشیر یک ضربه از جانب بازیگران دسته استقلال انیقترش از جانب حمله‌گر نیگریگی الک بلسینگ بود اما بلندتر ضربه زده او از دروازه میدان را ترک میکند. البته او کوشش کرده است که اولین گلش رو در حیط استقلال به ثمر رساند. علیشیر جلیلوف خیلی هم خوب این موسم در آغاز موسم انیقترش در حیط استقلال بازی کرده است. 3 بازی پیام می شود که با زدن گل دست می بود کاپیتان دسته. و اینجا ما در مورد بلسین الکی گفته است و در در بازی مقابل سرافشان نتوانست که از ضربه پنالتی با زدن گل دست یابد و اولا هم کوشش او رو دیده استونیم تا اولین گلش رو در چمپیونات امساله تاجیکستان به ثمر رساند. 63 بازیگر خارجی هم امسال از قاره های امریکا، افریقا، اروپا
در چمپیونات تاجیکستان بازی میکنند. امکانیت برای بازیگران دسته کوکتاش خدایدادزاده ارسالی و به داخل جریمه گاه و برطرف میکند جورابویف. این امکانیت بازیگران دسته کوکتاش را ضربه کنجی به فایده بازیگران نوحه رودکی است. در کنار راست خیلی خوب بازی کرده است از سایت کوکتاش عبدالفتاح خدایدادزاده. نیکولا لازارویچ هم به ما و شما نشان داده می شود که حالا بازی دستپرورانش را نظاره دارد. اورال چوریف ارسالی و به داخل جریمه گاه دسته استقلال. امکانیت برای کوکتاشی ها اما موفق شده نمیتواند. اینجا محمد کمال خیلی خوب بازی کرده است. محمد کمال دفاعگری دسته کوکتاش و در یک حالت در خاطر داشته باشه دو توانست که دروازه را از گل مقرری هم امین نگاه دارد. نیم ساعتی بازی پس سر می شود. حساب 1-0 به فایده دسته استقلال. بعدا ما در مورد بازی دوره اول گفته استفاده بودیم. گفتیم 7 اپریل 3 بازی دیگر برگزار شد. پنچر و کمیوه در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار با هم بازی کردند. آنجا پنچر اولین بازی خود را در لیگ اولی پس از 6 سال توقف برگزار کرد. علیشیر جلیلوف احسان امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. علیشیر اینجا موفق شدن نمیتواند و اونجا با حساب 3-1 ارتشیا توانستند که پنچر رو شکست بدهند. یگانه گل پنچر رو دولتبک سعید امینوف به ثمر رسانید. گل‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو باشد شیراز شریفوف، عبدالله شریفوف و شهباز حبیبوف به ثمر رسانیدند. کوه گودسون از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. قهرمان فعلی مسابقه گفتیم دسته استقلال در دوره اول با استرافشان بازی کرد. در این بازی دستپروران نیکولا لازارویچ با حساب 3-1 گفتیم ظفر یافتند. گل‌های استقلال را در این بازی علیشیر جلیلوف، احسان پنجشنبه و منوچهر جلیلوف به ثمر رسانیدند. یگانه گل استرافشان را مبکه سیباتچو مربوط نومی خویش کرد. و گفتیم بازی آخری دوره اول میانی دستای حاصلات کوکتاش بود که آنجا با حساب 1-0 حاصلات نوحه فرخار توانست که کوکتاش را شکست دهد با یگانه گل عبدالخلیل با حساب 2-0 انتنش با گل‌های عبدالخلیل بارونوف و سید مختار عظیموف. در مجموع در دوره اول 21 گل در لیگ اولی به ثمر رسانیده شد. بعدا در دوره دوم شماره گل‌ها نسبت به دوره اول کمتر گردید. باید به این هجومی دسته استقلال متوجه میشویم. کوه گودسون اینجا میتواند که این امکانیت رو البته برطرف کند، اما ضربه که جانبی همدستایش انجام میدهد کمی دست پا خورده میشود و توپ رو درست‌تر به همدستایش ارسال کردن نمیتواند. علیشیر اینجا به توپ رسیدن نمیتواند. بگانویچ قاعده بازی رو ویران میکنند بازیگران دسته استقلال. انیخترش الیک بلسینگ بازیگری که در بازی با استرافشان پنالتی رو زده نتوانسته بود. اینجا هم ببینید که از میان سه دفاعگری دسته کوکتاش رو قاعده بازی رو ویران کرد. با هجوم میگذارند بازیگران دسته کوکتاش. باید متوجه میشیم توسط کنار چپ هجومی دسته دوم یافته است. امکانیت برای بازیگران دسته کوکتاش ضربه هم زده میشود اما اون رو برطرف میکنند دفاعگران استقلال. خیلی هم خوب بازی کرد در این کنار محمد سلامزاده. محسن توجه میشیم به هجومی دیگر برای کوکتاش. محسن ارسالی او اما بدون نتیجه است. گفتم در دور دوم حاصلات کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال باز هم پیشتفان لیگ اولی بودند. گل‌ها نسبت به دوره اول کمتر زده شد اما شماره زیادی مخلصان در بازی میانی دستای روشن و پنچر توانست که یک اموری جدیدی را هم در موسم نو به قید گیرد. 13486 نفر مخلص توانستند که در این بازی به ورزشگاه تشریف آورند. امکانیت برای بازیگران کوکتاش. محمد کمال نمیتواند اینجا توپ را در اختیار خویش نگاه دارد. در موسم گذشته در هیئت کوکتاش چند لیگنروی
خوب هنرنمایی میکردن، اما پس از انجام موسم آنها دسته رو ترک کردند. کواس یکی از آنها بود. خیلی خوب او توانسته بود که در حیاط کوکتاش از خود درک بدهد. فشار ادامه میدن بازیگران دسته کوکتاش توسط کنار راست ارسال به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند دفاعگران دسته استقلال. البته این بازیگزاری که بازیگران دسته کوکتاش کرده ایستادند از دو کنار توپ را به داخل جریمه‌گاه استقلال ارسال کردن. البته این به آنها ثمر نخواهد داد، چون که اگر شما متوجه باشید دفاعگران دسته استقلال قامت بلند دارند و میتوانند که در حبت دویم آنها نسبت به بازیگران دسته کوکتاش فعال‌تر باشند. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده استقلال. در دور دوم بیاید من امورهای جالبش رو به شما قید کنم. دسته استقلال کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات پیشرفته بعد دو دور پس از دو پیروزیگی می باشند. بخش و کوکتاش تو هنوز به زدن گل دست نمی‌یابند. گفتیم در این دور بعداً دسته بخش تو هنوز هم به زدن گل دست نیافته است. بمانند کوکتاش آنها در دور سوم از بخشی هم مغلوب شدند و همچنین بخش و پنچر تو هنوز در حساب امتیاز ندارند، گرچه که کوکتاش یک امتیاز دارد مساوی با ریگرتاده است. روشن اولین پیروزی را در میدان خانگی به دست آورد. است روشن اولین امتیاز را از بخشی ستانید. بخشی تا هنوز شکست ناپذیر است، اما آنها غالبیت به دست نآورده بودند که بالاخره توانستند در دور سوم شاهد پیروزی را چشند. با حساب 1-0 با یگانه گل شیرافکن سعیدوف توانستند که بخش را شکست بدهند و خوجند باشد اولین باخت را در میدان خانگی به قید گرفت. آنها از حاصلات آنجا مواجه شکست شدند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال اینجا موفق شدن نمیتوانند. مبادچوف بود. دوباره اشاره میکند که ضربه کنجی اینجا است. شیروانی مبادچوف در بازی مقابل بخش دوبل کرده بود. البته حالا در فرم خوبی ورزشی قرار دارد. در موسم نو شیروانی مبادچوف و در جام آسیا در خطر هم ما هنر و مهارت وله او را در حیاط تیم ملی تاجیکستان البته تماشا کرده بودیم. اکنون لوکیچ از کنار چپ ضربه کنجی را اجرا میکند. ارسال به داخل جریمه‌گاه. امکانیت اینجا موفق شده نمیتواند. الک بلسینگ کوشش‌های زیاد است حمله‌گر نیگریایی، اما بیشتر مورد قاعده بازی را ویران کرده ایستاده است. تا این دور ریگرتاده است یگانه دسته است که به دروازه‌اش تا هنوز گل سر نداده است. همچنین در دور دوم نسبت گفتیم به دور یکم 7 گل کمتر زده شد. 21-14 شماره گل ها و 13486 نفر مخلصی که در بازی دسته روشن و پنچر هم اشتراک کردند. البته سر تماشابین‌ترین بازی دور دومی لیگ اولی هم بود. بازی بین دسته کوکتاش و ریگرتاده است 12 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار برگزار گردید. با نتیجه مساوی انجام یافت و این اولین بازی در موسم امساله چمپیونات تاجیکستان بود که بدون گل به آخر رسید. بعداً بازی دیگر بین دسته خوجند و حاصلات در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان واقع در شهر خوجند دایر شد. آنجا مهمانان با گل‌های نوردین همراقلوف، شهردین بابویف و شریپوف توانستند که با حساب 3-1 خوجند را شکست بدهند. یگانه گل خوجند را ارتیوم سردیوک مربوط نامی خویش کرد. سردیوک در بازی مقابل اسخات هم به زدن گل دست یافته بود و 2 گل حالا در اختیار دارد. 13 اپریل باشد باز در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند بازی بین دسته‌های اسخات و کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار شد و در این بازی بانکداران از تفنگداران با حساب 0-3 شکست خوردند. گل‌های ارتشی را عبدالله شریپوف، محیدین عادلوف و کامرانی میرزاخان به ثمر رسانیده بودند. دسته بخش و استقلال روز 13 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به مسافی هم آمدند. در این بازی دسته شهر دوشنبه با گل‌های علیشیر جلیلوف و دوبل شیروانی مبادچوف توانست که با حساب 3-0 بدون مشکلی بخش را شکست بدهد.
14 اپریل باشد در ورزشگاه مرکزی شهری کولوب در حضور 13486 نفر مخلص روشن بر پنچر با حساب 2-0 ظفر یافت. گل‌های میزبانان را نازیم باباجانوف و بختیار ظریفوف آنجا به ثمر رسانیده بودند. هجوم دسته کوکتاش به متوجه میشیم، ضربه زده میشود و آن را دفاعگران دسته کوکتاش انیخترش احتم نظرف برطرف میکند. بازی آخری دور دوم این دسته سرافشان و بخشی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان دایر شد. در این بازی دسته غالب را معاینه نکردند. بازی با حساب 1-1 مساوی انجام یافت. گل میزبانان را جمشید حسنوف و گل مهمانان را بلال بابایف به ثمر رسانیده بود. امکانیت برای الکه بلسینگ باز هم موفق شدن نمیتواند. این بازیگری که قامتی بلند دارد با سرتوب را اجرا کرد. متوجه میشیم که چگونه اینجا بگانویچ توپ را به جانب او ارسال کرد، اما کمی بلندتر از سیر دروازه بلندتر ارسالی انجام داده لوکش به جانب الکه میدان را ترک میکند. بازی دور سوم هم تماشابینان عزیز صورت گرفتن. تنها یک باخوری دیگر باقی مانده است که پگاه دوئل میشود بین دسته‌های ریگر تدز و خوجان در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور. 19 اپریل حاصلات با اسقاط بازی کرد. اسقاط تاونس که مقابل دسته حاصلات مظفریت به دست آورد با حساب 3-1 اونجا خطا نکنم بازی دسته ها به انجام رسید. نه، با حساب 2-1 اسقاط حاصلات رو شکست داد. بعدا در بازی دیگر استرافشان با حساب 3-1 پنچر رو شکست داد. بخش باشد از بخشی با حساب 1-0 شکست خورد. حالا باشد استقلال و کوکتاش بازی کرده ایسوران. پگاه باشد ریگر تدز و خوجان با هم بازی خواهد کرد. علیشیر جلیلوف اینجا امکانیت داشت که گل چهارمش را به ثمر رساند در موسم امساله چمپیونات تاجیکستان، اما این به او دست نداد. کمی پهلوتر ضربه زده او در نزد دروازه کوای گوتسون میدان را ترک میکند. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته استقلال است. آن را در کنار راست اجرا میکند کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف. توجه به بازیگران قامت بلند استقلال است. ارسال به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند بازیگران دسته کوکتاش. امکانیت بود برای سلاوکو لوکیچ، اما کمی دیر کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. شروانی ضربه و گل. بلسین الکه بالاخره پس از تلاش‌های زیاد میتواند به زدن گل دست یابد و این اولین گل حمله‌گر نیگریایی در موسم امساله چمپیونات تاجیکستان محسوب می‌شود. الکه آخرین بازیگری بود که در روزنه ترانسفری چمپیونات تاجیکستان به هیئت استقلال پیوست و ببینید که گلش رو چگونه تعجیل میکند. حمله‌گر نیگریایی در بازی با سرافشان نتوانسته بود که از ضربه پنالتی به زدن گل دست یابد، اما امروز در بازی با کوکتاش پس از چند امکانیتی که برای همدستایش فراهم آوردند میتواند که به زدن گل دست یابد. ارسال جورابویف به داخل جریمه‌گاه بود. ببینید که بگانویچ بعداً مبادشویف و از میانی دو بازیگری دسته کوکتاش توانست که توپ را برده دروازه کوای گوتسون نماید اینجا بلسینگ الکه. اکنون حساب 2-0 می شود به فایده دسته استقلال. یگان امکانیتی برگردانیدن آن را نداشت کوای گوتسون. هواداران دسته استقلال هم با ما شما نشان داده می شوند که از این غلبه دستشون البته خوشحالند. از توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته کوکتاش.
дар вохири имрӯза аниқтараш дар қисми аввал мо шоҳиди чанд рӯйдод ҳам шудем. 1 дақиқа ба қисми аввали бозӣ зам карда мешавад. шоҳиди тезтарин гол дар мавсими имсолияи чемпионати тоҷикистон шудем ки онро Алишер Ҷалилов дар 23 сония ба самар расонид. баъдан шоҳиди аввалин голи ҳамлагари нигериягӣ дастаи Истиқлол шудем, Элеке Блессинг. ва ҳоло мо шуморо дар пеш қисми дуюми бозӣ интизор аст ва мебинем ки дар 15 дақиқаи танаффус боз сармураббиҳои ҳарду даста инҷо ба дастпарваронашон чӣ дастуру супоришо медиҳанд, чӣ тактикаҳои навро албатта ҷорӣ мекунанд ва мебинем ки дар қисми дуюм боз дастаҳо чӣ гуна бозиеро ба намоиш хоҳанд гузошт. имконият барои бозигарони дастаи Куктош инҷо аз пой меафтанд. 10 сония дигар то вақти илова намудаи довари асосии бозӣ ба қисми аввал боқӣ мондааст. ва ҳамин тавр Бахтиёр Комилов садои штакашро аз анҷоми қисми аввали бозӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Куктош баланд мекунад. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе ба анҷом расид. Алишер Ҷалилов дар сония 23 гол зад ва ҳамчунин Элеке Блессинг дар дақиқаи 43. пас аз чанд лаҳза боз ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба қисми дуюми бозӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Куктош бармегардем. дар назди экранҳои хеш дур наравед. دوستان عزیز با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و قسم دویمی بازی میان دستای استقلال و کوکتوش برمیگردیم. قسم اولی بازی با برتری میزبانان با حساب 2-0 به انجام رسیده بود و آنجا گل‌های دستای استقلال را علیشیر جلیلوف و همچنین الکه بلسینگ به ثمر رسانیده بودند. اکنون در قسم دویمی بازی میبینیم که بازیگران دسته کوکتوش تا کدام اندازه میتوانند که به این گل‌های بازیگران دسته استقلال پاسخ گردانند و یا دوشنبهگی‌ها باز میتوانند که خط دروازه کوکتوش را رخنه نمایند. امکانیت برای بازیگران دسته کوکتوش ارسال به داخل جریمه‌گاه رستم یتیمov میتواند که توپ را داشته گیرد. حالا داور به چی اشاره میکند؟ ضربه جریمه‌ای به فایده دسته کوکتوش است. اکنون باید متوجه میشویم که این امکانیت را چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته مهمان. بسیار امکانیت خوب برای آنها. توجه بر رستم یتیمov است. سه بازیگری کوکتوش در نزد توپ اینجا بسیار هم بلندتر توپ را اجرا میکنند بازیگران دسته کوکتوش و این امکانیت از بین میرود. موفق شدن نمیتواند در اجرای توپ محسن عبدالغفاروف. چنان مشاهده کرده استودم در نیمه دویمی بازی کوشش کرده استودن بیشتر بازیگران دسته کوکتوش و قابل ذکر است که در قسم دویمی بازی از جانب هر دو دسته ما تغییرات را مشاهده نکردیم. البته حالا من به شما هیئت دسته را در قسم
دویمی بازی آشنا خواهم کرد و از سایت دسته میزبان البته آغاز میکنیم. از سایت دسته استقلال امکانیت حالا برای بازیگران دسته استقلال باید متوجه بشیم. بعدا هیئت دسته رو با شما آشنا خواهیم کرد. اینجا کوای گودسون میتواند که این امکانیت رو برطرف نماید. اولین ضربه کنجی در نیمه دومی بازی به فایده استقلال. جلیلوف ارسال به داخل جریمه‌گاه. امکانیت بود برای دوشنبگی ها اما رو برطرف میکنند بازیگران نوحه رودکی. اکنون زود باید به عکس الهجوم گذشت. اینجا بگانویچ پایده بازی رو ویران میکند در مبارزه با بازیگری دسته کوکتاش. خیلی هم سرعتی بلند داشت اینجا مسلم قربانوف اما موفق شدن نتوانست. در خط حمله در قسم اول بازی من مسلم قربانوف رو در میدان احساس نمیکردیم و حالا باشد در نیمه دوم حالا کوشش در صورت که این بازیگر از خود درک میدهد. گفتیم از هیئت دسته استقلال آغاز میکنیم. در خط دروازه است رستم یتیموف. در خط دفاع هستند در کنار راست رقم 4 سلاوکو لوکیش. در کنار چپ باشد تبریز اسلاموف. در مرکز احتم نظروف امیربک جورابویف. در خط نیم محافظه باشد در کنار راست بازی میکند رقم 8 دنیس بگانویچ. در کنار چپ باشد کاپیتان دسته علیشر جلیلوف. در مرکز رقم 80 سوز موریلو. در خط حمله رقم 11 در کنار راست شروانی مبادچوف. در کنار چپ احسانی پنجشنبه. رقم 17 در مرکز باشد رقم 9 بلسینگ الکه سرمربی دسته استقلال. متخصص گورجی نیکولا لازارویچ است. هیئت دسته کوکتاش چنین است. در خط دروازه رقم 16 کوای گودسون. در خط دفاع رقم 5 الکس گیامفی. رقم 17 اکتم جان خالبویف کاپیتان دسته. رقم 20 کامل محمد. رقم 4 نوروز بوبویف. در خط نیم محافظه باشد عبدالفتاح خدایدادزاده. رقم 9 رقم 6 محمد سلامزاده. 8 عباس اندلیبوف. 11 محسن عبدالغفاروف. در خط حمله باشد اورال چوریف. رقم 7 19 باشد مسلم قربانوف. سرمربی دسته کوکتاش حکمت شریفوف. شروع بیشتر کرده ایستادن در نیمه دومی بازی بازیگران دسته کوکتاش اما موفق نشده ایستادن. علیشر جلیلوف با توپ است در مرکز میدان. اسیوبا بگانویچ. بگانویچ اینجا هم دستش رو در موقع خودی جسته ایستاده است. سونی پنجشنبه بگانویچ اسیوبا کناری راست علیشر احتم نظروف. احتم اسیوبا حملهگری نیگرگی دسته استقلال تبریز شروع بیشتر میکنند جانب خط دفاعی دسته کوکتاش بازیگران دسته استقلال. احسان اینجا موفق شدن نمیتواند. علیشر اشاره میکند که تو به دست بازیگری دسته کوکتاش برخورده است اما داور کناری اینجا بیرقچه خیش رو بالا میبردارد. اینجا در حالت نوبازی بوده است الکه بلسینگ اما داوران دیرتر اینجا توانستند که بیرقچه خیش رو بالا بردارند. رستم یتیموف اینجا نزدیک بود که اشتباه کند. رستم کمی دیگر دیرتر پس میداد. پس میتوانست که بازیگری دسته کوکتاش تو برو صاحب شود. پایده بازی اینجا ویران میشود یا نه؟ داور به چی اشاره میکند؟ از پای افتیده است الکه بلسینگ اما داور اشاره میکند که اینجا قاعده بازی رو محض بازیگری دسته استقلال ویران کرده است. حالا یاری تیبی به این بازیگر رسانیده می شود.
البته در قسم اول بازی ما شاید یک بازی جالب از جانب هر دو دسته شدیم که اونجا قاعده ویرانکنی ها کم بود، من وقت کشی ها کم بود و همین بود که دوباره 1 دقیقه به قسم اول بازی هم زم کرد. در اداره کردن توپ تا این لحظه بازیگران این دسته استقلال موفقند. از لحاظ ضربه ها جانب دروازه یکدیگر هم بازیگران دسته استقلال حالا از بازیگران دسته کوکتوش یک سر و گردن بالا نرنمایی کرده ایستادند. با هجوم بگذارند بازیگران دسته استقلال، اما اینجا موفق شدن نمیتواند جلیلوف. قاعده بازی مقابل ویران میگردد و بختیار کامیلوف هم اینجا اشاره میکند که از ضربه جریمه‌ای اکنون توپ رو به بازی درآورند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال، اما کوای گودسون از موقعش بیرون می شود و این امکانیت را از بین می برد. من گفتم تماشابینان عزیز که دسته مراتب 15 با هم بازی کرده ایستادند. دسته استقلال و کوکتوش در لیگ اولی البته مراتب 15 با هم امروز روبرو شده ایستادند. اگر به هیئت ذخیروی دسته استقلال نظر افکنیم، علیم جان جوریف، علی جان کرامت الله زاده، کبیر سلیم شیف، منوشیر جلیلوف، ایوان نوسلیتس را ما میبینیم. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال، اینجا امکانیت بود برای علیشیر جلیلوف که با پشت پای توپ را وارد دروازه کوای گودسون نماید، اما موفق نمی شود. اگر به زدن گل دست می‌یافت علیشیر، پس ما شاهد یک گل زیبا از جانب کاپیتان دسته استقلال میشنیم. ببینید که چگونه سرعتی بلند داشت علیشیر از میان چند دفاعگر دسته کوکتوش گذشت، اما بعداً توپ به پایش نرسید. مبادشوف پس اولی رو به علیشیر انجام داد. احسان از پای میافتد. محسن عبدالغفارov یکی از بهترین بازیگران دسته کوکتوش به ما شما نشان داده می شود که اینجا یک امکانیت خوبی گلزنی را استفاده برده نتوانست و اولین حالتی خفناک برای بازیگران دسته استقلال بود که آن را در نزد دروازه آنها البته سازمان دادن زرتپوشوی کوکتوش. اما سیف اولی رستم یتیموف توانست که این وضعیت را برطرف کند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال و ما یک گلی زیبا را از جانب بازیگران دسته استقلال می‌بینیم که مؤلفی آن می شود دنیز بگانویچ. چگونه گل بود؟ اکنون باید محسن گوییم به بگانویچ که اینجا یک گل زیبایی را به ثمر میرساند و خیلی هم خوشحال است. حساب 3-0 به فایده دسته استقلال می شود در دقیقه 57 بازی. و از کارگردان خواهش میکنیم که یک مرتبه دیگر اینجا این گل را پیشکشی ما و شما گردانند تا ما آن را یک جای تماشا کرده حلاوت ببریم. احسانی پنجشنبه، بعداً تبریز اسلاموف، ارسالی او به داخل جریمه‌گاه علیشیر جلیلوف و باز ضربه به اصول قیچی از جانب بگانویچ. البته اینجا یگان حالتی نوبازی نیست و علیشیر جلیلوف اینجا باز یک ارسالی گلوار هم مربوط نامی خویش میکند. احسان، تبریز، علیشیر، بگانویچ اینجا 4 نفر خیلی هم دیگر فهمی خوب داشتن. یگان امکانیتی برگردانیدن توپ را نداشت کوای گودسون و البته من با باوری کامل گفتم میتوانم که بهترین گلی
даври сеюм мас амин голи Денис Беганович ба дастаи Куктош хоҳад буд. хеле ҳам голи зебоиро ба самар мерасонад ним муҳофизатгари дастаи Истиқлол. аммо дар майдон Алишер имрӯз беҳтар бозӣ карда истодааст. бубинед ки ӯ ирсоли головар медиҳад, ба задани гол даст меёбад ва ҳамчун бозигари бозисоз аз маркази майдон ба хати ҳамлагаронро бо туп таъмин мекунад ва дар ҳар фурсат дар ҳар канори майдон пайдо мешавад ва маҳз ӯ метавонад ки ҳуҷумҳои дастаи Истиқлолро оғоз бахшад. бемобо ман гуфта метавонам ки дар бохори мурза агар голи Бегановичро мо баҳо диҳем гӯем ки ӯ беҳтарин бозигари дидор дониста мешавад ва ирсоли головар ҳам ба ӯ Ҷалилов дод ва ман мегӯям ки Алишер Ҷалилов беҳтарин бозигари бохорӣ дар ин бозӣ дониста мешавад. дар ду бозӣ гузаштаам Алишер беҳтарин буд дар майдон. инҷо ҳам қоидаи бозиро вайрон мекунад муқобили Муҳсин Абдуғаффоров Алишер. ва бибинед ки аз ҷой бармехезад зуд Муҳсин ва бо чӣ гуна нигоҳи хашмгинона ба Алишер назар мекунад. аввалин корти зард дар вохори мурӯзам аз ҷайби довари асосии бозӣ Бахтиёр Комилов нишон дода мешавад ва он ба Алишер Ҷалилов аст. аммо ин корти зард бибинед ки то куҷо хашми бозигарони дастаи Истиқлолро меорад ки бо довари марказии бозӣ дар меафтанд. ним соати дигар то анҷоми бозӣ мӯини дастаи Истиқлол ва Куктош боқӣ мондааст. инҷо ҳам Алишер аз корти зарде ки гирифт бибинед ки чӣ гуна норизоёна ҷониби довар ишораҳо ҳам мекунад, аммо ҳуҷуми дастаи Куктошро боз дошт. бинобар ин сабаб довар ҳам ҳуқуқ дошт ки ба ӯ корти зард нишон диҳад. ва ин корти зарде ки довар нишон дод албатта ягон шарҳро ҳам талаб намекунад. акнун бо пасҳои кӯтоҳ кӯшиш мекунанд ки душанбегиҳо дигар бора ба ҳуҷум гузаранд. Рустам Ятимов паси ӯ ба Аҳтам Назаров. Аҳтам бошад зуд ба Беганович, бозигаре ки чанд лаҳза пеш як голи зебоиро ба самар расонид. Табрез ва фикр мекунем бинандагони азиз ки ман давоми чанд бозӣ чунин голи зебоиро дар хотир надорам ки бо усули қайчӣ дар лигаи олӣ ба самар расонида шуда бошад. эҳсон паси ӯ ба Алишер, имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол, аммо инҷо каме Беганович қафо мемонад ва наметавонад ки аз ин имконият истифода кунад. акнун бо пасҳои кӯтоҳ ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Истиқлол. дастаи Куктош бошад. то ҳанӯз дар мавсими имсолии лигаи олӣ ба задани гол даст намеёбад. ҳама кӯшишу талошие ки онҳо карда истоданд ягон самар намеорад. Коэ Годсон тӯбро дошта мегирад. акнун зуд бояд ба ҳуҷум гузаранд бозигарони дастаи Куктош. инҷо муваффақ шуда наметавонад бозигари дастаи Куктош Алекс Гиямфи. эҳсон инҷо ишора мекунад ки муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон кардааст ин бозигар ва дуғу пуписе ки эҳсон ба Алекс Гиямфи ҳам мекунад. инҷо мо мушоҳида мекунем. Рустам Ятимов ҳоло миллион арзиш дорад дар бозори трансферӣ тибқи нархгузории Трансфермаркт ва ӯ гаронарзиштарин бозигар дар мавсими имсолии чемпионати кишвар ҳам ҳаст ва ҳамчунин
در قطار 10 گانه خود 5 گانه گرانارزشترین دروازه‌بان‌های قاره آسیا هم می‌ایستد. دروازه‌بان ما رستم یتیموف. علیشیر کنیت برای بازیگرانی دسته استقلال. اینجا خیلی خوب بازی میکنه شیروانی مبادشویف. از چند نفر بازیگری دسته کوکتوش گذشت و این قاعده ویران کنه که مقابل بازیگری دسته کوکتوش بود از جانب الک بلسینگ. این حمله خوبی بازیگرانی دسته استقلال را البته قطع نمود. بلسینگ در واقع امروزه خیلی هم زیاد به قاعده ویران کنی دست داده ایستاده است، اما این قاعده ویران کنه که این جوکر تا جای نوروزگی هم دستایش را هم به میان آورد، چون که خیلی هم دسته یک هجومی سری وقتی و یک هجومی خوبی رو راه اندازی کرده ایستاده بود و اگر در نزد تو پیدا نمیشد بلسینگ، شاید شیروانی مبادشویف خود به تنهایی میتوانست که از این دفاعگری دسته کوکتوش هم گذرد و با دروازه‌بان 1 به 1 براید. اکنون قاعده بازی مقابل علیشیر جلیلوف ویران کرده می شود و در این حالت اگر داور کارت زرد نوبتی را به علیشیر نشان میدهد پس آن بدل به کارت سرخ خواهد شد. باید متوجه بشیم اینجا چگونه مقابل علیشیر قاعده بازی را ویران میکند. عباس اندلیبوف و بعدا از پشت سری عباس ضربه میزند. علیشیر جلیلوف ور نیست که داور این حالت را درست‌تر پیگیری کند، اما اگر ما به این حالت از چشم داور باودیم باید کارت سرخ باشد، اما داور کارت سرخ نشان نمیدهد به علیشیر جلیلوف. خیلی هم اینجا غضب‌آلود است علیشیر جلیلوف. و همین است که عصب‌های خویش را نگاه داشتن نمیتواند و در آن حالتی که قاعده بازی رو ویران میکند. البته عباس اندلیبوف دیگر علیشیر هم خود را نگاه داشتن نتوانست. فشار را ادامه میدهند بازیگران دسته استقلال. اکنون ببینید رفتی بازی هم مجرای بازی هم انیقترش آهسته تر میگردد. پره بازیگران دسته کوکتوش به خط دفاع می نشینند و بازیگران دسته استقلال باشد کوشش کرده ایستند که خالیگی ها را در خط دفاع دسته کوکتوش پیدا کنند در نیمه میدانی آنها و توانند که باز به زدن گل دست یابند. رستم یتیموف اکنون. رستم یتیموف در 2 دوره گذشته 1 گل را از داخل دروازه‌اش گرفته بود. در این آخری هم او از داخل دروازه‌اش گل نگرفته است و استقلال در بازی اول هم 3 گل زد، در بازی دوم هم 3 گل زد، در بازی سوم هم 3 گل به ثمر رسانیده است. اگر 1 گل دیگر بازیگران دسته استقلال در باخر امروزه به ثمر رسانند پس گل دهم آنها الکی در موسم امساله لیگ اولی خواهد بود. کوای گودسون از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. در حیط دسته کوکتوش بازیگری جوان عبدالفتاح خدای دادزاده تلاشش زیادتر است. ببینید که او در 2 کنار کوشش کرده است تا به هم دستایش در خط هجوم کمک کند، اما بازیگران این دسته در موقع خالی نیستند و این میتواند که به تنهایی البته انیقترش خدای دادزاده موفق شود. مقابل مبادشویف قاعده بازی بیرون کرده می شود. و اینجا در مبارزه با شیروانی مبادشویف این بعد محمد سلامزاده
پایده بازی رو ویران میکند. در نزدیک توپ است اکنون دفاعگری دسته استقلال لوکیچ سلافکو و ما در کنار دیگر اینجا ایوان نووسلیاس رو میبینیم، بازیگری که موسم گذشته به استقلال آمده بود و یک جای آنها با دنیس بیگانویچ در هیئت استقلال باز هم این موسم باقی مانده. اورال چوریوف با الکس گیانفی حالا دیوارچه سونی میسازند. ارسال به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای بازیگران دسته استقلال و بلسینگ با سر ضربه زد، آن را کوهای گودسون بدون مشکلی برطرف کرد. البته قامت بلند دارد الک بلسینگ و در این گونه ارسال‌های هوایی محسو از خود درک دادن میتواند. همچنین ما میتوانیم از هیئت استقلال بازگشت منوچهر جلیلوف را قید کنیم، بهترین نشانزن در هیئت تیم منتخب تاجیکستان و یک از بازیگران کلیدی دسته استقلال که البته مدت از میدان‌های سبز فوتبال دور بود و توانست که دیگر باره البته خود را برقرار سازد و در بازی با استرافشان او از هیئت ذخیروی به میدان آمد، به زدن گل دست یافت و شاید امروز هم ما را در میدان ببینیم که الک بلسینگ را عوض خواهد کند. کوهای گودسون به همدستایش اشاره میکند که وقتی به هجوم گذشتید به قفا برگردید، موقع خالی را نگذارید و از این فرصت هم ببینید بازیگران دسته استقلال زود به هجوم میگذارند. ارسال به داخل جریمه‌گاه، اینجا بیگانویچ موفق شدن نمیتواند. ضربه احتم نظرف، یک امکانیت دیگر، ضربه مبادشویف، آن را گودسون برمیگرداند. اکنون زود باید به عکس هجوم گذارند بازیگران دسته کوکتاش، اما موفق شدن نمیتوانند. این وضعیت را برطرف میکند امیربک جورابویف. اونجا ضربه که شیروانی مبادشویف جانبی دروازه کوهای گودسون داشت آنقدر قوی بود و به همین خاطر برای برگردانیدن اون هم گودسون یگان مشکلی نداشت. همچنین دوستان عزیز در همین وقت و ساعت بازی میان دسته‌های روشن شهر کلوب و کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم برگزار شده است. با هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال، باید متوجه بشویم. ارسال، ضربه و حساب اکنون 4-0 می شود. دوبل بکند الک بلسینگ در واخور امروزه. این بعد اکنون گل دویمش را در دقیقه 72 به ثمر می رساند. حمله‌گری نیگریگی در دو بازی قبلی که او مشرف به زدن گل نمیشد، ببینید که در آخرین موزه مقابل کوکتاش چگونه از خود درنگ میدهد و گلش را ببینید که چگونه با احسانی پنجشنبه تجلیل میکند. ارسال گل‌آور محض به نام احسانی پنجشنبه اینجا ثبت کرده می شود. بسیار هم ارسال خوب رو به بلسینگ انجام داد و بلسینگ هم توانست که توپ رو وارد دروازه خالی نماید. قامتی بلند دارد گفتیم البته او و اینجا در مبارزه با او الکس گیانفی موفق شدن نمیتواند. عبدالفتاح خدایدادزاده میدان را ترک میکند. اولین تغییرات در آخرین روزه و جای او اسماعیل علی مردانوف اکنون به میدان میبرد. حکمت شریفوف بازیگری که در میدان فعال بود، عبدالفتاح خدایدادزاده را از میدان میگیرد و به جای اکنون میبینیم که نیم محافظتگر دیگر اسماعیل علی مردانوف تا کدام اندازه میتواند که از خود درک بدهد. بازیگران دسته کوکتاش اکنون با پاس‌های کوتاه کوشش کرده استند که به هجوم گذارند. اینجا صدای که
довари асосӣ бозӣ бахтиёр комилов баланд мешавад ва ишора мешавад ки қоидаи бозиро бозигарони дастаи Истиқлол вайрон карданд. зуд ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Куктош ва қоидаи бозиро ин навбат муқобили Аббос Андалибов Аҳтам Назаров вайрон мекунад. Муҳсин ба Андалибов пас дод. Куният барои бозигарони дастаи Куктош биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Зарбе ки аз иҷрои Муслим Қурбонов буд, аммо паҳлутар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. Умуман Муслим инҷо ишора карда истааст ба ҳамдастиаш ки вақте ки ман тӯбро гирифта ба ҳуҷум гузаштам, касе нест ки ман ба ӯ пасиям, дар мавқеи холии шумо пайдо намешавед. албатта вақте ки Муслим ба ҳуҷум гузашт, бояд дигар ҳамдастиаш дар канорҳо ба ӯ кӯмак кунанд. ӯ ба танҳоӣ наметавонад воқеан ҳам дар хати ҳамла кореро анҷом дода тавонад. Урал Чориев ки дар қисми аввали бозӣ каме фаъол буд, якчанд зарба ҳам дошт ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов, аммо дар нимаи дуюми бозӣ мо умуман ӯро дар майдон эҳсос намекунем. дар навбати худ Муслим Қурбонов ки дар нимаи аввал аз худ дарак намедод, ҳоло дар нимаи дуюми бозӣ кӯшишҳои ӯро мо дар майдон дида истодем. Тӯбро аз даст медиҳад инҷо Урал Чориев. Шерони Мабадшиев муваффақ шуда наметавонад инҷо. акнун дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам аввалин тағйирот анҷом дода мешавад. Иван Новоселец омодааст ки ба майдон барояд ва мебинем ки ӯ дар майдон киро иваз мекунад. ҳоло Алишер Ҷалилов аз канори рост аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медарорад. соли Алишер ва инҷо муваффақ шуда наметавонад. Денис Беганович, на инҷо Лукич Славко будааст. Лукич Славко ва Денис Беганович ҳамчунин Блессинг бозигароне ҳастанд ки қомати баланд доранд ва дар партофтаи ҳавои онҳо албатта хело ҳам метавонанд ки аз худ дарак диҳанд. акнун Манучер Ҷалилов ба майдон мебарояд, ҳамчунин Мурило Соус аз майдон гирифта мешавад, ба ҷои ӯ Иван Новоцелес ба майдон мебарояд. Амирбек Ҷурабоев бошад дар майдон Манучер Ҷалиловро иваз мекунад. акнун бо ду ҳамлагар бозигарони дастаи Истиқлол бозиро идома медиҳанд. Бо Манучер Ҷалилов ва бо Элеке Блессинг. ҳоло инҷо аз пои афтида аст ҳамнагари нигерагии дастаи Истиқлол дар бархурд бо Коя Готсон довар ба чизе ишора намекунад. бозигарони дастаи Куктош кӯшиш карда истоданд ки аз фишори дастаи рақиб бароянд. ҳамин тавра мешавад. бисёрам хуб Урал Чориев, аммо инҷо пасе ки Чориев анҷом медиҳад, онро Аҳтам Назаров бартараф мекунад. тавассути канори рост ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома меёбад. Эҳсон паси ӯ ба Алишер. ақибнишинӣ мекунанд акнун бозигарони дастаи Истиқлол.
و توسط کناری چپ اکنون هجوم دسته ادامه میبرد. چوریوف از پای می افتد، دوباره به چیزی اشاره نمی کند. دیگر باره اورال چوریوف ضربه او، اما این گونه ضربه که بازیگران دسته کوکتوش جانبی دروازه رستم یتیموف روان کرده ایستادند یگان خوف و خطری رو هم برای رستم یتیموف ایجاد نمی کند و ضربه که اونها هم البته روان کرده ایستادند حتی درستتر جانبی دروازه زده نمی شود و هم البته بدون نتیجه است، از نوچوری است، چون که در خط حمله چنان مشاهده کرده این صورت بازیگران به تنهایی کوشش کرده این صورت همدیگر فهمی نیست و همینطور چند مرتبه دیدیم وقتی که مسلم قربانوف ضربه زد، اورال چوریوف ضربه زد، اونا درست‌تر همدیگر رو درک کردن نمیتوانند. حالا از سایت کوکتوش آماده است بازیگر به میدان براید. تبریز عظیمزاده با همراهی منصور شریف جانی منصور. دهه آخر بازی هم در حال آغاز شوی است. حساب 4-0 به فایده دسته استقلال است و در موسم نوی چمپیونات کشور در موسم امسال در دو بازی گذشته استقلال 3 گلی میزد. اکنون باشد آنها توانستند که به زدن 4 گل در این مخوری نویل گردند و این گلی دهمی آنها در موسم امسال بود که آن را الک بلیسینگ البته مربوط نامی خیش کرد. 10 دقیقه دیگر تا انجام بخوری دسته استقلال و کوکتوش باقی مانده است. حساب 4-0 به فایده دوشنبگی ها است. دسته کوکتوش تا هنوز نمیتواند که در لیگ اولی به زدن گل دست یابد. علیشیر جلیلوف کنیت برای دوشنبگی ها اینجا موفق شدن نمیتواند. تغییرات ها در هیئت کوکتوش انجام داده می شود. اکنون از میدان گرفته می شود اورال چوریوف به جای او شریف جانی منصور می براید و همچنین بازیگر دیگر مسلم قربانوف از میدان گرفته می شود به جای تبریز عظیمزاده به میدان می براید. یک حملهگر یک دفاعگر را به میدان می براید. حکمت شریپوف اکنون با 5 دفاعگر در ادامه بازی را ادامه خواهند داد بازیگران دسته کوکتوش. نزدیک است دسته استقلال که 3 امتیاز دیگر رو به خزینه امتیازهایش البته وارد سازد و حالا دسته شهر دوشنبه با 9 امتیاز پس از 3 دور و با تفاوت گل‌های 10-1 پیشگام جدول لیگ اولی است. بعدا در زینه دوم کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 6 امتیاز است و حالا ما نمیدونیم که بازی میان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن شهر کلوب با کدام نتیجه جریان دارد. کنیت برای بازیگران دسته استقلال ارسال اینجا اشاره می شود که شیروانی در حالت نوبازی قرار داشته است. داوری کناری اینجا بیرقچه خیش رو بالا می بردارد. احمدزاده ساربان تغییرات نوبتی در هیئت استقلال انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود شیروانی مبدشویف و به جای او کبیر سلیم شویف به میدان می برد. شیروانی خیلی هم خوب بازی کرد.
ارسال گلوار هم در بخور امروزه در حساب داشت و در کنار ما دیدیم که همدیگر فهمی او با احسان و علیشیر چگونه خوب بود. قسم اولی بازی میان دستای کلوب مرکزی ورزشی اتلیش و روشن بدون گل به انجام رسیده بود و حالا نمیدونم قسم دومی بازی چند است. اگر در این نوخوری کلوب مرکزی ورزشی اتلیش پیروزی به دست آورد، پس ببینید که دو دسته شهر دوشنبه پس از 3 دور مسابقات موجه شکست نمیشوند. اینها استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش خواهند بود. البته حالا کلوب مرکزی ورزشی ارتش نتیجه بازیش به شما مشخص نیست و به همین خاطر استقلال حالا یگانه دسته می باشد که تا هنوز موجه شکست نشده است. حاصلات شکست خورد، یک ضربه از جانب تبریز. اینجا حمله‌گر نیگرگی دسته استقلال تلاش کرد، موفق نشد. یک ارسال دیگر به جانب سلیم شویف که برادر میدان نگاه می‌دارد. سلیم شویف کنیت برای دوشنبگی ها. اینجا توپ به منوچهر جلیلوف اکنون آمدن نمیرسد. بازیگران دسته استقلال کوشش کرده هستند که برای منوچهر امکانیت گلزنی فراهم آورند، اما این به آنها دست نداده است. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته استقلال است. آن را چون همیشه در کنار راست علیشیر جلیلوف اجرا میکند. ارسال به داخل جریمه‌گاه باز گل میشود. بینندگان گرامی اینجا ایوان نووتسلس که از حیط ذخیروی به میدان برآمده بود اینجا مشرف به زدن گل میشود. در دقیقه 85 بازی گل پنجم دسته استقلال را به ثمر میرساند نووتسلس. البته این گل اولی او در موسم امسال چمپیونات کشور است. پرسنده میکنند اکنون مخلصان و بازیگران دسته استقلال متوجه میشیم که اینجا چگونه با زدن گل دست یافت نووتسلس. حالا تغییرات نوبتی در حیط دسته استقلال انجام داده میشد. لوکیچ سلاوکو از میدان گرفته میشد و به جای او بازیگر دیگر علی جان کرامتولو زاده به میدان میبراید و اینجا ببینید که ارسال گلوار باز هم به نام علیشیر جلیلوف ثبت کرده میشد. امروز 2 ارسال گلوار ماست به نام علیشیر است. علی جان کرامتولو زاده با سبب یوسف نتوانست که به هیئت امید کشور در جام آسیا کمک خویش را رساند و حالا میبینیم که او خود را خوب احساس میکند و در بازی امروزه در دقیقه باقی مانده مقابل کوکتاش به استقلال البته کمک خویش را میرساند. با پاس‌های کوتاه به هجوم می‌گذارند اکنون بازیگران دسته استقلال در دور آینده روز 28 اپریل در سفر با دسته خوجان اکنون بازی خواهد کرد. و چنان ما و شما می‌دونیم بازی میان دستای خوجان و استقلال این کلاسیکوی فوتبالی تاجیک است و در سفر دوشنبگی ها رو البته یک رقابت دشوار انتظار خواهد بود. پس از خوجان آنها باز با دسته حاصلات بازی دارند 4 می و بعدا 11 می در سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال با روشن شهری کلوب اندر میدانی رقابت خواهد شد. 3 واخوری دشوار دسته استقلال را در پیش انتظار است. در نوبت خود کوکتاش در دور آینده با دسته برخچی بازی میکند. بازی دسته روز 26 اپریل صورت میگیرد و دسته برخچی هم تا هنوز شکست ناپذیر است، گرچنده که آنها در 2 بازی گذشته مساوی داشتند با روشن و با روشن، اما در دور سوم توانستند که وحش را شکست بدهند و اکنون در دور بعدی با کوکتاش بازی خواهند کرد.
агар Куктош дар он бозӣ ҳам ба задани гол даст наёбад ва натавонад ки ғалаба ба даст орад, пас онҳо боз нокомиҳояшонро дар лигаи олӣ идома хоҳанд дод. 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. фикр мекунам довар на он қадар дақиқаи зиёдро илова хоҳад кард, чунки талафоти вақт аз ҷониби бозигарон мо дар нимаи дуюм на он қадар зиёд мушоҳида кардем. эҳсони панҷшанбе тавассути канори чап ҳуҷуми дастаи Истиқлолро идома медиҳад. Табрез, эҳсон, Алишер Ҷалилов, имкони зарбазанӣ аст барои Алишер. ӯ ба канори рост ба Кароматуллозода пас медиҳад. мухлисони азиз, рӯзи 28 апрел дастаи Истиқлол бозии ояндаро бо дастаи Хуҷанд дар сафар анҷом имконият Алишер биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, инҷо бартараф мекунад Муҳаммад Камол ин вазъиятро. Як ирсоли дигар, имкони зарбазанӣ ҳаст ва инҷо каме ҳамдигарро дурусттар карда наметавонанд. Блессинг ва ҳамчунин эҳсону Манучер. кӯшишҳои Манучер Ҷалилов баҳри задани гол инҷо натиҷа наварда истодааст. қоидаи бозиро вайрон мекунад. инҷо Амирбек Ҷурабоев дар мубориза бо Муҳаммад Саломзода. бемуҳобо дар вохири имрӯза беҳтарин бозигари дидор Алишер Ҷалилов эътироф мегардад. бозигаре ки дар сонияи 23 ба задани гол даст ёфт, ки ин зудтарин гол дар мавсими имсолаи чемпионати кишвар то пас аз 3 давра маҳсуб мешавад. баъдан Алишер 2 ирсоли головарро ба ҳамдастояш таъмин кард. дар 2 бозӣ гузашта мо мушоҳида мекардем ки Алишер метавонад ба задани гол даст ёбад. 3 дақиқа ба вақти асосии бозӣ зам карда мешавад аз ҷониби доварон. Рустам Ятимов инҷо бо як ҷашн метавонад ки бидуни мушкилӣ тӯбро дошта гирад. Алишер акнун бояд бо суръати баланд ба ҳуҷум гузаранд. ҳуҷуми дастаи Истиқлолро мутаваҷҷеҳ мешавем ки тавассути канори рост сурат мегирад ва инҷо иштибоҳ мекунад Манучер Ҷалилов. пасе ки ба Салимшоев Кабир анҷом дод, инҷо Салимшоев наметавонад ки онро дар майдон нигоҳ дорад. умуман имрӯз бозии Куктош имконият эҳсон, инҷо Кояготсон метавонад ки аз мавқеи хеш берун шавад ва ин вазъиятро бартараф кунад. акнун зуд бояд ба аксори ҳуҷум гузаранд бозигарони дастаи Куктош. умуман имрӯз Куктош дар бозии муқобили Истиқлол натавониста истодааст ки муваффақ шавад. агар шумо мушоҳида карда бошед, онҳо ҳатто ягон имконияти хуби голзаниро дар назди дарвозаи Рустам Ятимов ва миён наварданд. як зарбе ки онро иҷро кард Муҳсин Абдуғаффоров, ба ғайр аз он зарба дигар ягон ҳолати хуби голзанӣ барои бозигарони дастаи Куктош набуд. ва ин Куктоше ки ҳоло муқобили Истиқлол бозӣ карда истодааст, ба он Куктоше ки дар мавсими гузашта албатта дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекард монанд нест, чунки тағйиротҳо дар ҳайати дастаи хеле ҳам зиёд дида мешаванд. бозигарони хуби даста албатта дастаро тар карданд ва набудани онҳо бинед ки дар ин бозиҳо дар майдон эҳсос мешавад. иштибоҳ мекунад инҷо Алекс. Алишер имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол. акнун зарба ва гол. ҳисоб 6-0 мешавад акнун. ва инҷо ки гол мезанад? Манучер Ҷалилов ё Элеке Блессинг. инҷо эҳсони панҷшанбе корти зард мегирад. гол ба инобат гирифта мешавад ё на? барои чи эҳсон корти зард гирифт? тағйирот дар ҳайати Куктош анҷом дода мешавад. аз майдон гирифта мешавад Муҳаммад Саломзода ва ба ҷои бозигар таҳти шумораи 33 Шоҳимардон Ҳасанов ба майдон мебарояд. ва инҷо ҳам голи задаи Истиқлол ба инобат гирифта намешавад. шояд бозигарон дар ҳолати нобозӣ буданд. ба ҳамин тартиб эътироз мекунад эҳсони панҷшанбе ва корти зард ҳам мегирад.
باید متوجه بشیم. اینجا اشاره می شود که احسانی پنجشنبه در حالت نوبازی است یا چی؟ یا گل به نوبت گرفته شد اینجا ما. بله اینجا گل به نوبت گرفته می شود، حساب 6-0 می شود و الک بلسینگ در واقع امروزه مؤلف خطریک می شود، بازیگر نیگریایی دسته استقلال. و همینجا بازی دوری سیومی چمپیونات تاجیکستان میونه دسته استقلال و کوکتاش به انجام میرسد. بازی با حساب 6-0 به فایده استقلال انجام یافت. گل‌ها را در دسته استقلال به ثمر رسانیدند علیشیر جلیلوف، دنیز بگانویچ، ایوان نووتسلیاس و همچنین خطریک الک بلسینگ. در دور آینده استقلال با خوجند در سفر بازی میکند، کوکتاش باشد با بخچی. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارشی مستقیم خویش را به انجام میرسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز بمانید. خیر.